پیامبر میگن وقتی شما از حد مسجدها رو زیبا کردید و قرآن های خود رو هم با 1001 طلا و نمیدونم آرایش های دیگر زیبا کردید، در همان وقت هلاک میشوید. یعنی مقصد از قرآن وقتی یک کتاب خیلی خوشرو و هر طرفش نمیدونم بخملی و مخملی و تیلوگین شد، مقصد از مسجد فقط مناره های زیبا و قالین های زیبا و درهای زیبای آن شد، دیگر شما هلاک شدید. مسجد مقصد از قرآن داشتن، آن را خواندن و به آن عمل کردن است. مقصد از مسجد در آن عبادت الله یگانه را انجام دادن و در آن دعوت به سوی الله کردن است، نه اینکه در و دیوار و قبه ها و نمیدونم مناره های پر از آرایش اما در داخلش نه سخن الله هست و نه سخن پیامبر است و جز آنی که به آنها امر میکنند. این درباره مسجد بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به کسی امر هم نکرده بودند که مسجدها را آرا دهید و در مسجدهای آرا داده خود هم نماز نخواندند. در مسجدی که پیشانی خود را به خاک می نهادند همراه صحابگان خود دنیا را تغییر دادند. امروز مایان در مسجدهایی که قالینش تا نیم وجب هست نماز میگذاریم و باز هم بعضی‌ها شکایت دارند که پیشانی من سختی میکند، پای من در اینجا درد میکند، چیزی دیگر. مسجد گویا که همان وظیفه که باید داشته باشد امروز از بین امت خیلی خیلی کم است که در حقیقت مسجد هم جای علم و هم جای عبادت باشد. اکثریت مسجدها چه خیلی گفتم زود نماز 5 وقته و آن هم با 1001 شرط و شروط است که پروردگار را حرمت مسجدها را به خودش برگردانیدن را نصیب کند.